رسید ایام نوروزی به عالم سبزه می روید که بلبل در گلستان ها سرودی ناله می گوید. امروز شهر ترسونزاده، شهر متالورگ های تاجیک، پیراهن عیدانه را به بر کرده است. شیار و آویزه های نوروزی در هر جا به حسن شهر حسن تازه زم نموده است. از صبح مردم با چهره شکفته همدیگر را با جشن نوروز خوشقدم، نوروز عجم تبریک می نمایند و همه شکرگزار از آن می کنند که در فضای صلح و آسایشتگی خرسندانه این جشن مقدس نیاگانمان را تجلیل می نمایند. امروز نوروز در قلمرو شهر آوازه‌دار ترسونزاده به مثال اکثر مناطق کشور آفتابرویمان با شکوه و شهامت خاصه تجلیل می گردد. در این روز نوروز مردم تمام دهات شهر در خیابان مرکزی جمع آمدند. در این نوروزگاه مردم دستاوردها، میراث ملی، ایجادات فولکلوری خود را به معرض تماشا گذاشتند و در میدان ورزشی مرکزی شهر نمایش‌های گوناگون و چاره‌بینی‌های ورزشی و فرهنگی را برگزار می‌کنند. مردم با نوبت نمایشگاه محصولات، هنر و استعداد کارخانه و تشکیلات، مؤسسه‌های تعلیمی خواجگی‌ها را تماشا می‌کنند. فرخنده و فیروز مبارک باشد. همه جای خرمی و تازه جوانی بینیم. نفسی تازه نوروز مبارک باشد. درود بر شما ای عزیزانی دل و دیده. مرحبا بر آغوش نوروزی طبیعت یزدانی. من ملیکه ام، ملیکه نیکفال. از عمق عصرها، از کوههای سر به فلک کشیده، از بیش هزارانی پرگل و پرگیاه و پرنکهت نزد شما آمدم تا شما را تهنیت نمایم. بازگشت من این بازگشت دوباره به طبیعت بهشت‌آسای میهن است که کس روح و توانی تازه می‌یابد. با گلها و گیاها سخن میگوید، گویا از نو زنده می شود. اینجا وطن اجدادی من است. آره، مکان است عصرهای عصر اینجا مرا با شادی و نشاط چهره کشاده پیشواز می گیرند. جشن نوروز تاریخ بیش از 3000 ساله دارد و قدیمترین آیین ملی در دنیا به شمار می رود. ای عاشقان شیدا نوروزتان مبارک، ای دختران زیبا نوروزتان مبارک. گسترده سبز قالین در سفره دل ما شادی گرفت موا نوروزتان مبارک. آینه خموشی بشکست آرزوها را کردیم از نو احیا نوروزتان مبارک. اندوه گر درآید ناگه ز در برانید مهر و صداقت اینجا نوروزتان مبارک. از طرف کوهساران از حسن لاله‌زاران آید صدای دریا نوروزتان مبارک. بیداری طبیعت بیداری دل ماست، ای جمله پیر و برنا نوروزتان مبارک. با شعر و با ترانه با چنگ و هم چغانه کردیم توی برپا نوروزتان مبارک. در برابر دیگر مردم گوشه و کنار کشور ما نیز از آمدن جشن نوروز بسا خرسندیم.
چه خوش است که در این روز باصفا، در این لحظه های فرخنده مردم با یک دل و دیده پر از مهر و محبت، با چهره کشاد، با پیراهن عیدانه برای تجلیل نمودن عید نوروز جهانی تشریف آوردند و حضور دارند و ما بسا خرسندیم که باز به نوروز نو رسیدیم. خوبم مردم شریف تاجیکستان با فرا رسیدن نوروز جهانی صمیمانه شاد باش میگوییم و برشان سعادت بی‌پایان عمر را تمنا داریم. عید نوروز مبارک باشد هموطنان عزیز. بهار است و بطاق خانه من، درون کوزه ها گل ها شکفته. از این رنگ و برنگی های نوروز درون سینه ها دل ها شکفته. عید نوروز جهانی مبارک باد هموطنان عزیز. احیای عجم آمد، نوروز جهانی شد، شش قطعه به هم آمد، نوروز جهانی شد، نوروز همایون فرد بکشاده در عالم پر، خوشپای و قدم آمد، نوروز جهانی شد. از بعد هزاران سال با شربت استقلال پیمانه به جام آمد، نوروز جهانی شد. احیای عجم آمد، نوروز جهانی شد، شش قطعه به هم آمد، نوروز جهانی شد. نوروز جشن یاگانی ما بوده، تاریخی بسا قدیمه داشته، از آیین طبیعت پرستی ریشه می گیرد و به دوره پیشدادیان می رسد. جشنگیری نوروز را به عهد شاه جمشید منسوب می دانند. مربوط است که به استقبال بهار، در میوه خود پورگیر گشتن آفتاب، غلبه گرمی به سردی، نیکی به بدی است. من امروز بسیار شادم که همراه مردمی آوازه‌داری شهر ترسونزاده نوروز عجم پیشواز میگیرم. نوروز شد و شکوه دیگر آمد، حسن دو جهان به ملک تاجیک آمد. پیرانی کهن دعای نوروزی دهید، فیض و برکت به خانه در آمد. نوروزتان مبارک هموطنان عزیز. دسترخوان تاجیک پر از نام باشد، پر از سرود باشد. ای دوست بیا باز به نوروز رسیدیم، نو قیصه بی پرداز به نوروز رسیدیم. در پرده گل باد نوا کرده پریشان، ای مرغ خوش آواز به نوروز رسیدیم. ای باغ گل افشان بغلی باز مبارک، ما هم به دلی باز به نوروز رسیدیم. واقعا ما صاحب وطن هستیم، تاریخی چندین هزار ساله داریم، سیمای خاصی معنوی و سرشت اخلاقی داشته، تمدن آفر، زیبایی پرست، فرهنگ دوست و انسان پرور می باشیم. رسم و آیینی به خود خاص داریم و امروز یکی از آن بهترین ملی نوروز عالم افروز که فرا رسیده است چرا خرسندی نکنیم؟ چرا شکرانه امروز و فردای این سرزمین نکنیم؟ باعث افتخار و سرفرازی است که وطن اصلی نوروز سرزمین تاجیکان بوده. نام فصیح و شیرین و گوارایش لفظ تاجیکی است و با همین نام یعنی نوروز به تمدن ملت‌های دیگر وارد شده، به عید بسیار خلق‌های جهان تبدیل یافته است که به نوروز داده شدن مقام بین المللی نیز یک امر قانونی است. همه پیری برنا شاد است که امروز روز عید است، عید نوروز عالم است. این روز در روی جهان تمام مملکت‌های اسلام همش همین روز قبول کرده هستند، عید کرده است. از آن جمله با جمهوری ما خصوصا ناحیه شهر ترسونزاده ما امروز من همین نوروز دارد. اهل جامعه شهر ترسونزاده را به این روز نیک تبریک می‌گویم. در آینده اینا با کارشان با برد باره خانه‌شان آباد تینجه از پروردگار می‌طلبم. سال آینده هم همین خیلی نوروزه پروردگار تمام خلق تاجیکستان رساند. کسی که در همین روز نیت نیک دارد پروردگار همین نیتش رساند. خلق تاجیک، خلق ترسونزاده هر روز نوروز بارین توی شود. این عید نیاگان را در تمام جمهوری تاجیکستان جشن می‌گیرند، از آن جمله در ناحیه ترسونزاده. من امروز تمام شهروندان شهر ترسونزاده بهر
پیشوازگیری عید نوروز عجم سرجم شدند و من بینیتون در کوچه ها در راهروهای شهر توسن‌زاده خردرکان مادران خواهران برادران همه با یک دلی صاف با یک نیت پاک برآمدند. تمنیات ما و مردم از آن است که مردم جمهوری تاجیکستان آباد باشد، آسمانمان صاف باشد و یک دولت پیشقدمی روی زمین تبدیل دهند. از روی عنعنه مردم تاجیک در روزهای نوروز باطن خود را از کینه و کدورت و اندیشه‌های ناسالم پاک کرده منزل خانه زیست، سر و لباس و تمام اشیای روزگارش را تازه و آراسته می‌نماید. مردم با تمام ممنونیت خانه ها را سفید می‌کنند تا بخت سفید همیشه یارشان باشد. گل می‌گردانند تا گلی بختشان شکوفان باشد. آب می‌پاشند تا همه سال سیراب گردد. دانه امید می‌کارند تا فیض خیرمن و برکت حاصل دوچند افزاید. از همه مهمش مردم در جشن نوروز با مهر و شفقت سوی همدیگر آغوش می‌گشایند. به عیادت پیران و برجاماندگان می‌روند. دست یتیمان و بی‌پرستانان را می‌گیرند و سخاوت و جوانمردی را وظیفه مقدس قرض انسانی خویش می‌شمارند. ای خداوندی زمین و آسمان تا به نوروز دیگر ما را رسان. نوروز جهان جشن پسندیده ما خوش آمده ای، بیا تو بر دیده ما. بلبل به چمن ترانه خوانی دارد، نوروز عجم جشن جهانی دارد. آمد نوروز البته برای شهر مخصوصا برای اهل ادب شهر ترسونزاده بسیار هم با برکت بود، چون که در همین سنه در آمد نوروز در شهر مسکو یک آزمون با نفوذ اعلان گردیده بود که در آن یکی از عضوی محفل وارثان ترسونزاده مظفر حیدر که به زبان روسی شعر ایجاد میکند در بین قریب 500,000 شاعرانی که به زبان روسی شعر ایجاد میکنند غالب آمده صاحب عنوان شاعر سال در بین دولت‌های مشترک المنافع گردید و این یک غنچه های گلباغ ادبیات شهر ترسونزاده و دیار تاجیکان می باشد که در عرصه بین المللی تاجیکان را معرفی می کنند و شکفتن ها را در آینده برای همه شما ما آرزومند هستیم. نوروز جهانی به همه کل مردم تاجیکستان عزیزمان مبارک باد میگویم. واقعا کلی ساکنان شهر و دهات ترسونزاده عیناً چنین رفتار و گفتار دارند و عید نوروز بین المللی را با دل و دستی کشاد و طبع باریده استقبال گرفته بهر خوشتر و زیباتر نمودن منزل و مکان زیست و هر وجب خاک دیار عزیزمان کوشش به خرج می‌دهند آبادانی و سازندگی قرض شهروندی و مدنیت شهرداری می‌پندارند. زیرا استقبال گرم این جشن که رمز خودآگاهی و خودشناسی، وحدت، وطن دوستی و وطن پرستی، هویت و افتخار ملی مردم شریف دیارمان می باشد، مهر وطن عزیز را در دل هر یک فرد بیدار می سازد. دمیده سبزه در صحرا مبارک باد نوروزی، شکوفان غنچه و گلها مبارک باد نوروزی. ببین دهقان زحمتکش روانه سوی کشت و کار، شود سیری از او دنیا مبارک باد نوروزی. این نوروز جوانی رو به کل هموطنان تهنیت میگویم. واقعا نوروز که فرا رسد طبیعت زنده می شود و گل و سیبرگه ها نیز می شکوفند و در برابر گل و سیبرگه ها قلب های انسان ها یعنی که می شکوفند خرم و فرحدل می شوند و واقعا ما باور میکنیم که این نوروز جهانی را در روی جهان قید میکنند. این افتخار ملت تاجیک است که نوروز ما را در روی جهان قید میگیرند. واقعا این نوروز عالم افروز را، نوروز جهانی را به کل هموطنان خویش تهنیت میگوییم و ریختن باران و شکفتن گلها چون صدای بلبل به گوش میرسد و دریاها که به نوا میآیند همه شما را به همین خوشبختی و خوشروزی و همچنین جشن جهانی نوروز تهنیت میگوییم. بله، به دیار زیبا منظره ما باز بهار خجستفال و سبزآغوش قدم مبارک خود را نهاده است. باد فارم بهاری از هر جانب وزیده به هر کوی پیک زندگی تازه خود را می آورد.
از نفس گرم بهار بوی زمین میخیزد. سیله کبوتران در امواج آسمانی مصفای و نیلگون دیار به پرواز میآیند. نوبهار آمد و شد منزل خورشید بدل، چشمه هود روان شد به چراگاهی حمل. از قدیم ایام مردم ما عید فرخنده خویش نوروز عجم را اندر این فصل زیبا یا خود عروس سال بهار جشن میگرفتند. نوروز به روز اول سالشماری شمسی 21 مارس سالشماری میلادی راست می آید و جشن باستانی و عنعنه‌های مردمی ایرانی نژاد از جمله تاجیکان به حساب می رود. امروز در اکثر عالم دیگر خلقیت و ملت ها نیز این عید را با شکوه و شهامت خاصه تجلیل نموده جشن می گیرند. از روی سنت های نوروزی مردم تاجیک به استقبال عید قبلا آمادگی می گیرد. چهره باغ و راغ را می آرایند و نهالشنانی و سبزکاری مشغول می گردند. با امید دانه زراعت را به زمین می پوشند. در روزهای نوروزی آدمان همه گونه گیله و آزار، مناقشه و نزاع را فراموش نموده به استقبال همدیگر با دل نیت نیک رفته با چهره گشاد یکدیگر را به این ایام تبریک می گویند. به همین طریق مراسم پیشوازگری نوروز و طرز گذراندن آن در ناحیه‌های جمهوری با استقبال بهار، مهنت، کشت و کار، فراوانی حاصلات دهقانی، آمال دهقانان زیچ علاقمند بوده امروز چون جشن عمومی خلقی در حیات معنوی مردم ما موقعی معین را اشغال نموده است و همچنین رمز آغاز نیک، زیبایی، سبز و خرمی، زنده دلی و وحدت و یگانگی جشن گرفته می شود. آغوش پر از یاسمن، خوش آمدی نوروز من، آراسته باغ و چمن، خوش آمدی نوروز من. مهر جوانی میزنی اندر ضمیر قلب ها، با اشوه ها به یک سخن، خوش آمدی نوروز من. بله، همه ما عید فرخنده پای نوروز عالم افروز را که بی صبرانه انتظارش بودیم فرا رسید و امروز همه ما مردم ترسنزاده با قلب‌های سرشار از مهر، با لطف و احترام بلند عید نوروز عجم را جشن میگیریم و من صمیمانه همه مردم سرزمین تاجیکستان را با عید نوروز عالم افروز صمیمانه مبارکباد گفته برای هر یکی آنها اقبال بلند و طالی بگزند، حسن نقی و صورت دلجو، قلب شاد و کاشانه آباد را پیوسته آرزو و تمنا میکنم و آرزوی آن را میکنیم که نوروز عالم افروز به خاندان هر یک تاجیکستانی فیض و برکت و رزق و روزی نو را عطا فرماید. ای مردم زمانه بدهید شادیانه، زدنیش و آبودانه، نوروزتان مبارک، فیروزتان مبارک. خیلی که به همگان معلوم است امروز در تاجیکستان ما جشن نوروز تجلیل گشته ایستاده است. از آن جمله در ناحیه ترسوده امروز ما جشن نوروز داریم. تمام مردم امروز به سیر و گشت عمومی خرسند شادان هستند. میخوام نوروز امساله به خاندان هر یک فرد تاجیک و تاجیکستانیان خوشی و خرسندی، پیروزی ها، فیض و برکت بیارد. در سخن مردم تاجیکستان پر از ناز و نعمت ها باشد. بینندگان عزیز، امروز مردم شهر ترسانزاده نوروز عجم را خوش استقبال گرفتند، با یک شهامت تازه پیشواز گرفتند و در هر یک محلهای شهر ترسانزاده بانوان تاجیک، گلدختران تاجیک یک جا جمع آمده سومنک میپزند و این سومنکی که امروز در محله دویم شهر ترسانزاده بانوان سرجم آمده هستند و میپزند و همین طور تا صبح میکوبند. با سرود و ترانه ها یک جا رقص و بازی میکنند چون احیای نوروز خوجسپای میگویند. آرزو میکنیم که تا نوروز دیگر، تا نوروز سال دیگر همه ما و شما را برساند. بخر تاق دل جو بهاری خورم آمد، بخر تاق دل جو بهاری خورم آمد. نشسته در شاخی گل بلبل بچه آمد، نشسته در شاخی گل بلبل بچه آمد. سومنک جان سومنک، دار در ما سومنک،
سمانک در قرطاق شیرای جان سمانک سمانک در قرطاق شیرای جان سمانک قرطاق دی گل ریز لاله و سبز دارد قرطاق دی گل ریز لاله و سبز دارد گل دخترانی افروش سمانک قبضه دارند گل دخترانی افروش سمانک قبضه دارند سمانک جان سمانک دار و درمان سمانک سمانک در قرطاق شیرای جان سمانک سمانک در قرطاق شیرای جان سمانک سمانک شیری بهار گردید غنچه زنیم سمانک شیری بهار گردید غنچه زنیم داده شیری بهار سمانک قبضه زنیم داده شیری بهار سمانک قبضه زنیم پیر جوانی ده برآمدم به کوچه پیر جوانی ده برآمدم به کوچه در گرد دیگ میرقصند با آهنگ جهاله در گرد دیگ میرقصند با آهنگ جهاله سمانک جان سمانک دار و درمان سمانک سمانک در قرطاق شیرای جان سمانک سمانک در قرطاق شیرای جان سمانک سمانک در قرطاق شیرای جان سمانک بهار آمد به نکریزی بیچین گلهای نوروزی بی پشتاقی زردوزی بهاری لاله‌زار آمد هر روزتان نوروز با نوروزتان فیروز هرگاه که بهار آید عالم به گل آراید خندیده تو برای لاله چه زیبایی پس من بری تو شینم حیران بری تو شینم از خنده تو خندان دشت و دمن را بینم با کرته افغاندار هر جا که به جوانی چو مادرم هستی تو آزاده خندان ره با پرچمی ما شد پرافشان شد احیای افتخاری عالی سامان سرود خانم در وصف تو امروز شکوهی آریای جشن نوروز سرود خانم در وصف تو امروز شکوهی آریای جشن نوروز 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 خوش آمدی جشن دل افروز جشنی بهاری عالم افروز
فرارسی نوروز عالم افروز را که آغاز سال نو، موسم سبزپوش و گلبسر شدن طبیعت است، برایتان شادباش گفته تنی صحت و بخت و سعادت، خانه آباد و دسترخوان پرفیض نوروزی آرزو داریم. ای دوست بیا که بزم نوروز خوش است، با ساز و سرود عالم افروز خوش است، با کلچه پرپری و با قند و عسل در کشور تاجیکان خوشروز خوش است. آرزو داریم که این بهار برای هر کدام شما بهار آرزوها و بهار زندگی پرنشاط باشد. هر روزتان نوروز باد، نوروزتان فیروز باد.